بسم الله الرحمن الرحیم. مرحمت به هواپیمای ماه شریفی رمضان. چپتا رایگان. زمان پرواز 23 مرد. رقم پرواز 1444 هجری. سفر به سوی مغفرت و رازیگی الله. مسافت این سفر 30 روز. مدت پرواز روزانه 16-17 ساعت. شرط های این سفر: نگاه داشتن چشم از نامحرمان و زبان از غیبت و سخنهای بیهودگویی و همچنین دور بودن از سریال ها و دیگر انواع های گناه ها. همه تیار؟ به پیش از مسافران خواهش می نماییم دستمچه ایمان را مستحکم ببندید و تقوا و جید و جهد را به پیش بگیرید. از شهوت و هوا و هوس دوری بجویید. یادرس میکنم راننده ما قرآن کریم، خدمتگران و دعاگویان مسافرین ملائکه ها. رمضان قریب شد. پروردگارا ما را به این ماه شریف رمضان و این ماه مبارک طاعت و مغفرت را بر ما برسان. امیدواری قبول طاعت و نماز روزه و قیام ما و شما را بر آن جایی که میخواهد ما را برساند و از ما راضی باشد. آمین. در حق ما دعا را فراموش نکنید. همه ما و شما در پناه الله باشیم. الله اکبر.